ما با اسمها کار نداریم. آقا این صوفی است، سلفی است، حنفی است، علفی است، هر چی که است. حرف ما حرف قرآن است، قرآن و سنت. عبادت امری است توقیفی، به این معنی که عبادت رو ما اختراع نمی کنیم. عبادت رو الله و رسولش برای ما تعیین میکنن و ما طبق هدایت الله و رسول صلی الله علیه و سلم عبادت رو انجام میدیم. به این معنی که الله سبحانه و تعالی فرموده که نماز بخوانید. ما نماز میخوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردن شروط نماز رو. چند رکعت بخوانیم، در چه اوقات بخوانیم و چطوری بخوانیم. مثلا الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الصلاه کانت المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بر ما الله سبحانه و تعالی به عنوان یک عبادت فرضش کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردن طریقه نماز خواندن رو. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض شده است. الله سبحانه و تعالی روزه رو به عنوان یک عبادت بر ما فرض کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردن که چطوری روزه بگیریم. یکی بیاد بگه خب آقا ما به جای نماز صبح 2 رکعت نه 3 رکعت میخونم، 2 رکعت نه 20 رکعت میخونم، استطاعتش هم دارم، قوی هم هستم، جوانم هستم، میام 20 رکعت نماز صبح میخوانم. ما بهش میگیم برادر تو داری اشتباه میکنی، چون عبادت رو الله سبحانه و تعالی تعیین میکنه، روش عبادت رو الله و رسول تعیین میکنه و از شروط عبادت این است که اولا با نیت و اخلاص باشه، ثانیاً طبق قرآن و سنت باشه، نه اینکه طبق هوا و هوس. درست است که شما شاید دوست داری که 200 رکعت نماز بخوانی، اما الله متعال گفته که 2 رکعت نماز صبح بخون، فرض صبح. وقوف عرفات گفتن که نماز مغرب که اذان داده شد، از عرفات مردم چیکار میکنن؟ به طرف مزدلفه. یعنی چی؟ با غروب آفتاب. یکی بگه آقا من میشینم تا نصف شب، ثواب داره، تا عرفات میشینم تو این خلوت دعا میکنم، قرآن میخونم. عملش قرآن خواندن، دعا کردنه، عمل خوبیه قرآن خواندن، دعا کردن، اما چون طبق سنت نیست، طبق دستور الله و رسولش نیست، و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله سبحانه و تعالی چیزی که پیامبر بهتون دستور میده، چیزی که براتون میاره، اونو بگیرید و بپذیرید و قبول کنید، بهش ایمان بیاورید و عمل کنید، و آن چیزی که از اون نهی میکنه ازش دوری بکنید. پس این عمل قرآن خواندن این شخص حاجی در عرفات، در مکان مقدس بعد از غروب آفتاب، میگیم آقا تو داری عملی خلاف دین انجام میدی و این عمل تو یک جنایت هست، یک جرم هست که حالا بر اساس مذاهب فقهی باید طرف فدیه پرداخت بکنه یا عملی انجام بده تا که این گناهی رو که انجام داده از اون چی بشه؟ پاک بشه. طرف میاد میگه آقا من از عرفات میام مستقیما میرم مزدلفه، وای نمیستم، میرم در منا شیطان رو میزنم. میگیم که چه خبره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بعد از زوال برید شیطان رو بزنید، نه اینکه نصف شب برید بزنید. پس این عمل تو خلاف سنت است و این حجت صحیح نیست و بر تو دم لازم است. پس به یاد داشته باشیم برادران عزیز که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص شرط است. اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط عبادتت رو برای الله سبحانه و تعالی انجام بده، لا غیر. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه یک سر سوزن اگر که عبادتت رو به رسول الله اختصاص بدی، شدی مشرک. الله سبحانه و تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. الله سبحانه شرک نمیبخشه. تو میخوای هر کاری بکن، شاید ببخشه، اما شرک رو گفته نمیبخشم، یعنی نمیبخشم، خلاص این تموم شده، این صفحه بسته شد، تمام، نمیبخشه. و تو اگر یک سر سوزنم به پیامبر در نمازت رو، روزت و زکاتت و حجت و صدقت رو به پیامبر اختصاص بدی، شدی مشرک. چون این عبادت یکی از شروط چی است؟ مخلصین له الدین. اخلاص یعنی چی؟ خاص برای الله.
فقط برای الله، هیچ کسی دیگر رو شریک نیاری. دوم نیت، انما الاعمال بالنیات، عمل به نیت انسان وابستگی داره. طرف میاد نیتش ورزش کردنه، 200 رکعت نماز میخونه، هیچ هبا هم منثورا، مثل گرد و غباری که در آسمان، هیچ در نزد الله متعال ارزش نداره. طرف میاد 1,000,000 دلار رو صدقه میده برای مستحقین، فقرایی که دارن از گرسنگی میمیرن، میلیون ها انسان رو نجات میده از مرگ، اما چون هدفش این است که در رادیو تلویزیون بگن که تاجر فلانی 1,000,000 دلار کمک کرده، به جای یادتون بالا بنویسن که به کمک مثلا تاجر فلانی به این آواره ها یا به این مستمندان کمک شده، هیچ ارزش نداره، چون این برای مردم انجام داده، برای اینکه اسمش رو ذکر بکنن. در روز قیامت طبق حدیث صحیح میگن این انسانو میارن، میگن برای چی کمک کردی؟ و گفته بودم تو حدیث اول برنامه که میبرن میندازن زندان جهنم کسایی رو که مجاهد هستند، در راه دین خرج کردن، قاری قرآن و عالم دین هستن، به خاطر چی؟ که علم و دینشون به خاطر خدا نبوده، تاجری که به خاطر خدا انفاق نکرده، به خاطر ریا کرده. و الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه جناب تاجر فلانی، برو اجر و پاداشی تو از همون کسایی که به خاطر اونها این کارو کردی برو بگیر. حالا کی است که در اونجا بگرده و کی است که بده و کی است که بگیره؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحب، و در اون روز همه از هم دیگه فرار میکنن. حالا تو برو بگرد. میره پیش این، میره پیش اون، هیچ کی بهش چی نمیده، برمیگرده مفلس. این انسان شد مفلس، هیچی نداره. پس نیت شرط است. نیت این باشه که این عمل رو خاص برای الله سبحانه و تعالی انجام میدی، برای او عبادت میکنی، نیتت هم عبادت است. شرط دیگر این است که مطابق قرآن و سنت باشه. یعنی هر عملی رو که ما انجام میدیم به نام عبادت اگر مطابق قرآن و سنت نباشه بزنید به دیوار. بزنید به دیوار. اگر مطابق قرآن و سنت نیست بزنید به دیوار. هر عملی که باشه. طرف بگه آقا من روز عرفه به جای اینکه برم عرفه میرم تو حرم میرم طواف میکنم. طواف کردن خیلی کار خوبیه، نه؟ طواف بیت الله اصلا جمله خیلی از مردم آرزو میکنن. اما کسی که حاجی که روز عرفه به جای وقوف عرفه بره طواف خانه کعبه بکنه باید بزنی تو دهنش. احمق، تو از کجا آوردی این دین رو؟ این دین خدا نیست. رسول الله گفته که بعد امروز تاریخ 9 ذوالحجه باید تو در عرفه باشی، نه در طواف باشی. اگرچه طواف کار خوبی است. این دین است. متابعت از و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این دین از الله و رسول گرفته میشه، نه از پیر سیف الرحمن و از فلان و از علان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در دین ما عملی را انجام میده به عنوان عبادت که در دین نیست و ما بهش امر نکردیم فهو رد، بزنید به صورتش، برمیگرده به خودش. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله دروغ میبنده جایگاه خودش در جهنم آماده بکنه، انتخاب بکنه جاشو در اونجا، آماده باشه که بره اونجا. به جای آیه سوره فلان و نمیدونم به جر و بحث، من فقط یک سوال ساده از برادران صوفی خودم دارم. برادر عزیز، صوفی صاحب محترم، وقتی که تو میشینی میگه اللهو اللهو، سر و کله خودت میزنی، خودتو پایین و بالا میکنی، قصاید و مدای کفری میخونی، شرکی میخونی، پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه رو جمع کردن در مسجد النبی، همین کار رو انجام دادند یا ندادند؟ اگر دادن قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دلیل حدیث بخاری مسلم جلد صفحه کتاب. آیا پیامبر دانای لوبیا و تسبیح و خرما رو جمع کردن، ذکر چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و فلان و دعای صلات الناریه و دعای فلان علان کردن یا نکردن؟ اگر کردن دلیل از قرآن، از سنت، از بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابو داود، از هر کتابی که دوست داری بیار دلیل. حدیث صحیح برام بیار. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که من پیر هستم، من مرشد طریقت هستم، طریقه نقشبندی جز سنت های من است، طریقه نمیدونم سیفی جز راه های من است، شما باید این کار رو بکنید. خلیفه بعد از من در بیعت و در تصوف ابوبکر است، خلیفه بعد از اون عمر است، همینطوری میره تا آخر. بعد از اونم سیف الرحمن در آخر از زمان میاد، این زندیق ملحد که در کتابش میگه که اگر من با پیامبر در بدر نمودم پیامبر در بدر شکست میخورد.
خودشو برتر از انبیا و اولیا میدونه. من دارم این کتابش اینجا همش اسکن کرده دارم. هر مرد از یک سیفی بیاد اینجا با من بحث بکنه که کفر سیف الرحمن رو براش ثابت میکنم یا نه. کل کتابش اسکن کردم اینجا دارم، کفریاتی که سیف الرحمن میگه. 4 تا جوان جاهل که از دین خبر ندارن، حماس، اشتیاق نماز و روزه، میرن اینا رو شکار میکنن. آقا تو بیا که اینجا ما به طریق ذکر رو بتیم. کدام ذکر؟ این با اون ذکرش میره تو جهنم. چرا؟ چون ذکر باید طبق سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه. ذکر باید طبق فرموده الله باشه، طبق دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. این شکل عمامه‌ای که میبندن، این قیافایی که برای خودشون درست میکنن، این ذکرای شب فلان علانی که انجام میدن، این خیزک و جستکایی که به قول افغانی رو میزنن، اینو در کجا گفته؟ کجا گفته که یک نفر پیامبر اون بالا می نشست تو مسجد نبی، بقیه صحابه جفتک مینداختن جلوی پیامبر؟ در کجا گفته؟ کردن این کارو؟ بیاید از اول سیرت تا آخر سیرت به من نشون بدید که یک روز پیامبر در مسجد نبی کرسی رو بالا گذاشته بود، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و علی و حسن و حسینی رو جلوی پیامبر خیزک و جستک زده باشن؟ بگید یک روز کسی پیامبر این کارو کرده؟ صحابه این کارو کردن؟ تابعین این کارو کردن؟ ابو حنیفه این کارو کرده؟ امام محمد شیبانی این کارو کرده؟ نشون بدید، در تاریخ نشون بدید، در سنت نشون بدید، در حدیث نشون بدید کی این کارو کرده. کجا گفته پیامبر که شما این کارو بکنید؟ آی بدبخت بیچاره‌ای که تو امروز به نام دین، به نام تصوف رفتی بیعت کردی با یک ضال مضل گمراه و گمراه کننده، تو با کله این تو رو میبره به جهنم، داره میبردت به جهنم. و وقتی که عقل و شعور دینی نباشه، مردم همین گمراه مردم دارن استفاده میکنن. تصوف امروز به عنوان یکی از پروژه های رسمی کانگرس آمریکا تصویب شده که آینده کشورهای اسلامی رو باید به این صوفیا بدید، چون اینا خیلی با ما همراه و همدل و همراز هستن و اینها هستن که آینده میتونن با ما همکاری بکنن. و دیدیم که روز اولی که آمدن در افغانستان، اولین کاری که کردن خانقاه را آباد کردن، زیارت‌ها را آباد کردن، پیرا رو رشد دادن، چون اینا هستن که تنویم میکنن جوانهای بیدار رو، اینا هستن که جامعه رو آروم میکنن. بله شما به ذکرتون رو بکنید، بیچی که شما اشغال شده، کشور خراب شده، اقتصاد داره نداره، برید شما ذکرتون رو بکنید، دنیا رو بذارید برای اهل دنیا. این دین محمد مصطفی نبوده و نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم دینش دین سیاست است، دین نظام است، دین اقتصاد است، دین تجارت است، دین علم است، دین معرفت است، دین تکنولوژی است. نه اینکه برو تو گوشه خانقاه بشی. همینطور کردن امروز، مردم رو فریب دادن. چی کار داری به دنیا؟ چی کار داری به دولت؟ چی کار داری؟ چون بهترین روش است برای اینکه جوانهای مسلمان رو از مقابله با دسایس و پلانهایی رو که دشمنان اسلام دارن چطور دورشون بکنن؟ توسط همین صوفیای گمراه، توسط همین خانقاه، توسط همین طریقت‌های گمراه و گمراه کننده. اینا دین فروشن، اینها صاحب قرآن و سنت نیستن، اینا دین فروشن. اینایی که پیر میشن و خلیفه میشن و والله همه اینها دین فروشن. اینها دین رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میفروشن. به خاطر چی؟ به خاطر که پول براشون جمع میکنن. بگردید این خلیفه های اینا رو ببینید، هر کدوم بچه هاشون در اروپا و آمریکا و کشورهای مختلف مشغول بزنس و تجارت برای خودشون هستن. 4 تا احمق بیشور رو فریب دادن، از پول و داراییشون میدن که آقا این خلیفه صاحب است و پیر صاحب است. ایناش به هر صورت تو چطور فردا به صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز محشر نگاه میکنی که بهت بگه بدبخت من به تو گفته بودم که کسی که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، چرا گوش نکردی حرف من رو؟ جواب تو چه خواهد بود؟ الله متعال ازت بپرسه که این عملی رو که به عنوان عبادت انجام دادی من نگفته بودم، پیامبرم هم نگفته بود، چرا انجام؟ جواب تو چه خواهد بود؟ اگر این عملی که انجام میدن ذکر اینها عبادت است. اما عبادت اگر نیست، که در حقیقت نیست، بعضی از اینا اصلا دیسکو است، دیسکوتک است اصلا این جایی که اینا ذکر میکنن. از یک طرف تبل میزنن، از یک طرف نی میزنن، 4 تا
به جای که در دیسکوتک دخترها میرقصن، در اینجا این مردا میرقصن. فقط فرقشون همین است. دیگه در ضلالت و گمراهی و گناه هیچ فرقی ندارن. این بدبخت ها دین رو مسخره کردن. تصور بکنید یک غربی بیاد ببینه که 4 تا مسلمان نشستن به سر کله هم دیگه رو میزنن الله صبح تا شب. اینا خدا گفته این رو. یک آیه برای من بیار که خداوند گفته باشه که ذکر من است الله. یک آیه برای من بیار که یک حدیث بیار که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته یا ایها الناس شما بگید الله. کجا گفته؟ اذکار بعد از نماز معروف است، اذکار صباح معروف است، اذکار مسا معروف است. برید کتاب پناهگاه مسلمان رو بخوانید. احادیث صحیح و صریح پیامبر در مورد اذکاری که یک مسلمان باید بدونه آشکار و واضح است. جایی برای شک و شبهه نیست. اگر برای عبادت انجام میدن این کار رو، به خودشون اینا در گمراهی هستن برادر عزیز. اما اگر نیتشون عبادت نیست، برای تفریح انجام میدن، پس اسم دین روش نگذارن. بگن که مثلا سرگرمی در دیسکوی صوفیا مثلا، یه اسم دیگری براش بگذارن. در هیچ جایی از سیرت و سنت و قرآن اقوال صحابه، اعمال صحابه، افعال صحابه و تابعین و تبع تابعین و رؤسای مذاهب فقهی اهل سنت، مفسرین، محدثین، مورخین نیومده که 4 نفر جمع بشن به این شکل ذکر بگن و این بشه عبادت. الله متعال انشاءالله نابودشون بکنه با این عبادتشون.